خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. تابستان سال 1953 با ضرورت وابسته با مهمات عائله‌مان به سمرقند سفر کردم. امکانیت دیر ایستادن نداشتم، زیرا در مسکو ماشینکه و کاغذهای نوشته‌ام روی میز منتظر هر چه زودتر بازگشتن و دوام دادن تألیف رساله نامزدی بودند. فرصت را غنیمت دانسته به دیدار استاد عینی رفتم. وقت چاشت بود. استاد مثل همیشه در کابینت سر میز مشغول کار بود. در مسکو دختر خردی استاد لطفیه روزهای زمستان از بیماری پی در پی پدرش با خاطر پریشان بسیار گپ میزد. حالا استاد را بردم و سالم دیدم. خرسند شدم. در دل ایمانم قوی شد که انشاءالله استاد انجام کاری مرا خواهد دید. استاد پیش از همه از وضع سلامتی برتلس و کارهای برگینسکی پرسید. از وضع کار و طرز روزگذرانیم به تفصیل سؤالها نمود. از جریان تألیف و تحریر رساله گفتم. خاموش و با نگاه قناعتمندانه گوش کرد. میبینم که به مسکو رفتنتان بیفایده نبوده است. اکنون که مهلت اسپیرانتور بعد از 2 ماه تمام می شود، باز هم به شدت‌تر کار کردن لازم است. به نظرم 2 ماه باقی مانده برای تألیف کافی باشد هم، لیکن ترددهای حمایه وقت علاوگی تقاضا می کند. بینید اگر همین خیلی ضرورت باشد با برگینسکی مشورت کنید چی مصلحت می بیند. تیر ماه مجلس اکادمی می شود، برگینسکی هم می آید. به چی خلاصه می آید؟ به من می گوید از روی همان کار می کنیم. استاد گویا به دل من نظر انداخته بود. خودم از همین موضوع گپ گشادنی بودم، اما مناسب نمی دیدم. استاد ولی بود مگر که خود وضعی مرا فهمیده مشکلم را آسان کرد. از ملاقات عینی با یک عالم شادی و سرور برآمدم. حتی یک حس افتخار در گوشه دل پیدا شد. عینی در طول عمرش بسیار شاگردان را تربیت نموده است. و جوانان نوقلم و عالمان دانشجوی راهنما بوده است. بسیار کسان را میدانم که از استادی عینی به خود از راهنمایی ایشان در کشایش کارشان با افتخار گپ میزنند. خیلی عالی. آخر من هم میتوانم فخر کنم که مثل عینی استاد بزرگوار دارم. از آنجا که میدانم حالا شاگرد یگانه و جوانترین استاد هستم که به من امید بسته است، باور دارد. خب از این پیش کسی خودستایی نکنم هم خاموشانه میتوانم از تقدیر خود شکرانه نمایم، فخر کنم. در سمرقند کمی استراحت هم میسر گردید. بیشتر در خانه در صحبت پدر و مادر بودم. پدرم حولی را خوب تعمیر و بازسازی کرده در آرزوی بازگشت ما. دادرم مهدی خان در مسکو در اسپیرانتور کلینیک دکتر مشهور وافسی در تحصیل و تجربه آموزی بود. روز می گذرانید. صحتش خوب بود. در همان آموزشگاه نامی تاجیکی درس می داد. با ترغیب عینی در انستیتوت پداگوژی نوتشکیل تاجیکستان در سمرقند به زبان تاجیکی تدریس می نمود. خواهر کلانی هم در مکتب رقم 15 تاجیکان گذری فقیه ابولیس دیرکتور و معلم زبان و ادبیات بود. خواهر خردی هم مهوش خان دانشگاه سمرقند را در رشته فیلولوژی ختم کرده بود. مادرم با قوه جوانی در خدمت خانه بود. خلاصه کلام همه در آسایش و آرامی بودند و من با دل جمع به مسکو رفتم. بعد از رسیدنم به مسکو نزد برگینسکی رفتم. از سفر سمرقند و ملاقاتم با عینی حکایت کردم.
وضع خوب استاد را شنیده مثل کودک شادی کرد و حتی در دیده هایش اشک دیدم. آخر وی عینی را از سالهای اولی در تاجیکستان کار کردنش می شناخت. او را دوست می داشت و حتی در سالهای آخر عمر او را پرستش می نمود. کتاب اولین نسبتاً کامل را درباره عینی سال 1948 براگینسکی نوشته بود. با اصول نوی تحقیق و با مهر و محبت صمیمانه به شخص عینی نوشته بود. من کی بودن عینی را در سالهای دانشجوییم از کتاب براگینسکی شناختم. براگینسکی فصلهای از نظر گذرانیده رساله‌ام را با قیدهایش داد و گفت: به نظرم کارتان به همین صورت و سرعت رود رساله را در مهلتش به آخر می رسانید. در این مورد درباره صحبتم با عینی راجع به مهلت کار و امکان تمدید نمودن مهلت اسپرانتو را نقل نمودم. براگینسکی فکر عینی را کاملا طرفداری نمود. دیگر با خاطر جمع به کار خود دوام دادم. فصلهای آخرین رساله را به شتاب زدگی به آرامی می نوشتم. در وقت و ساعتهای معین رمن تورگنیف عرفه را با شوق ترجمه می کردم. ماه نوامبر براگینسکی به استالین آباد رفت. بعد از 10-12 روز مکتوب ارسال داشته خبر داد که راهبریت اینستیتوت زبان و ادبیات مدت تحصیل اسپرانتو را برای من 6 ماه دراز کرده است. این خبر در عین زمستان قهرتون مسکو مژده بهار را می ماند که دل را روشن و روح را قوی نمود. کار با موفقیت از روی نقشه معین به انجام رسید. در اولهای مارس رساله را در شعبه تاریخ ادبیات فارسی محاکمه نموده برای دفاع به شورای علمی اینستیتوت توصیه نمودند. اپننتی اول را استاد برتلز راضی شد به عهده گیرد. به حیث اپننت دوم استاد ادبیات فارسی بخش ایران شناسی فاکولته فیلولوژی دانشگاه مسکو ارکادی استریکوف تصدیق کردید. بعد از 2 روز شورای علمی اینستیتوت قرار داد که مجلس دفاع 5 اپریل مقرر شود. از روی دستور 10 روز پیش از دفاع 25 مارس در روزنامه وچرنی مسکو اعلان درج گردید که در آن نام دیسرتاند، موضوع دیسرتاسیه، نام و آدرس شورای علمی اعلان شد. استاد برتلز تقریظ خود را در مهلت مقرر به کتاب شورای علمی ارسال داشت. اما از تقریظ ارکادی الکسیویچ استریکوف خبر نبود. ایشان را شخصا نمی شناختم و نشانی از منزلشان در دست نداشتم. می دانستم که محمد نوری شاگرد ایشان بود و در حق استادش با سپاس و قدرشناسی گپ می زد. شاگردان دیگر استریکوف مثل میخائیل زند و ساشا ادلمن و لیانید خراموف نیز استریکوف همیشه با دل پرمهر یادآور می شدند. از گفت آنها پیدا بود که استریکوف نه تنها دانشمند و استاد ممتاز بلکه شخصی نهایت مهربان و نسبت به شاگردان مثل پدر غمخوار و همدم بوده است. استریکوف از تاریخ ادبیات فارسی نهایت دانشورانه و جذابانه درس می گفته است که شاگردان نوشته های مختصرشان را از درس های وی همچون بهترین کتاب درسی نگاه می داشتند. استریکوف شاگردان را به خواندن شاهنامه ترغیب نموده و درس مخصوصی خواندن و تحلیل این اثر را تشکیل نموده بود. محمد نوری گفته بود که در نتیجه تدریس و تشویق استریکوف رساله نامزدی خود را در موضوع شاهنامه تألیف نموده و بعداً قریب تمام عمر خود را به تحقیق اثری بیزوال صرف نموده است. من به واسطه تلفن با استریکوف صحبت کردم. درباره رساله سخنهای خوب گفت و معذرت خواست که در اثر گرفتاری‌ها در تدریس و تعلیم نتوانست تقریص را به اینستیتوت فرستد. گفت که فردا او را نزد بنای فاکولته پیش ماشینه سبکروش مسکویچ، رقمش را هم گفت، منتظر باشم. روزی دیگر در جای و ساعت وعدگی مرد قامت بلند با ریش سفید کلوته و چهره خندان پیدا شد. خندیده گفت: در تأخیر کار ماشینیست تقصیر دارد. چند روز بیمار بوده است. حاضر با ماشین فرسوده من رفته تقریض را میگیریم.
بعد شما را به اینستیتوت می رسانم تا که کاغذ را زودتر به کاتبات سپارید. در طول راه استریکوف درباره کوچه و عمارت‌های تاریخی شهر که از نزد آن می‌گذشتیم نقل‌های جالب می‌کرد و گذشت وقت را در گرماگرمی صحبت دلکش استریکوف نفهمیده ماندم. در نزد اینستیتوت از ماشین بیرون نیامده تقریض را به من داد و گفت من می‌خواهم یک جزء مقاله خود را از جلد اول ترجمه روسی شاهنامه به رسم یادگار به یک نفر عالم خوب جوان تاجیک تقدیم کنم. استریکوف از پرتفیل پر از کتاب و کاغذش آن جزء را برآورده در همانجا به نام من نوشته به دستم داد. این همان آخر سخن جلد اول شاهنامه بود که استاد لاهوتی و همسرش بانو در سلسله یادگاری های ادبیات جهان به چاپ رسانیده بودند. قریب 70 صحیفه آخر سخن استریکوف از بهترین نوشته های تا این زمان به چاپ رسیده دانشمندان درباره شاهنامه بود. این یادگاری استاد را تا امروز همچون بهترین و گرانبهاترین خاطره او نگهداری می کنم.